سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی شاهی هم و با بخش 5 از مجموعه تحلیل کمدی الهی کتاب دوزخ از کانال تلگرامی آگرافوس در خدمتتونم. خب ما رسیدیم به سرود دوم. سرود اول رو تحلیل کردیم توی 2 اپیزود و تقریبا دستمون اومد که با چی طرفیم و کجا میخوایم بریم. اما سرود دوم یه جورایی مقدمه کتاب دوزخ محسوب میشه. اگر سرود اول مقدمه کل کمدی الهی بود و حالا بهش برمیگردیم که چرا مقدمه کلش بود، سرود دوم یه جورایی مقدمه دوزخ محسوب میشه. یعنی سرود اول رو کنار میذاره و بعد سرود دوم توضیح میده که اصلا تو دوزخ قراره چه اتفاقی بیفته و یه جور شروع دیگه است، اگرچه من حالا به شکل شروع نمیخوام تحلیلش بکنم، اما این یه جور شروع دیگه است، شروع خود دوزخه. و سرود دوم اومده که 2 مشکل اساسی رو حل بکنه. یعنی بعد از اینکه سرود اول گفته شد 2 مشکل اساسی به وجود میاد برای راه. یکی مشکل محتوایی که مشکل مهمی هم هست، یکی مشکل فرمیه مربوط به ساختار داستانه و سرود دوم اومده که هر دوی این مشکل‌ها رو حل بکنه. به همین دلیل ما احتمالاً امروز 2 بار این سرود رو میخونیم، یعنی یه بار از زاویه دید حل اون مشکل محتوایی میخونیم که میگم چیه و یه بار دیگه برمیگردیم و از زاویه دید حل اون مشکل ساختاری و فرمی که پیش اومده دوباره سرود رو یه نگاهی میندازیم و یه مقدار عمیق‌تر میشیم، چون حل اون مشکل ساختاری و فرمی خیلی نیاز به یک توجه عمیق‌تری داره و نیاز به یک تکنیک عمیق‌تری داره که حالا ما از دانته میبینیم به عنوان کسی که تکنیسیان بسیار خوبیه در ادبیات، متوجه میشیم که اون مشکل رو چطور حل کرده. خب مشکل اول چیه؟ مشکل اصلی و یا مشکلی که حالا بیشتر روی مشکل ظاهری، مشکلی که بیشتر خواننده باش مواجه میشه چیه؟ برگردید به سرود اول. آخر سرود اول ویرژیل یک وعده‌ای به دانته داد و در واقع یک وعده‌ای به ما داد که من از این راه مستقیم نمیتونیم به قله برسیم، نمیتونیم به خورشید برسیم، چون این حیوانات در مقابل ما و کار ما نیست از بین بردن این حیوانات و باید یک راه دیگه ای رو انتخاب بکنیم. اون راه چیه؟ راه سفریه به دوزخ، برزخ و بهشت. این وعده ای بود که ویرژیل اونجا به دانته داد و به ما داد و خب این وعده خیلی عظیمیه. یعنی آخر سرود رو یادتون بیارید که میگه که باید بریم اون ارواحی رو ببینیم که در آتشن و بعد ارواحی رو ببینیم که اگرچه در آتشن ولی میخوان به ارواح مسعود برسن و اگر میخوای خود ارواح مسعود رو هم ببینی من دیگه نمیتونم راهنماییت کنم ولی راهنمای دیگری جای من رو میگیره و تو ارواح مسعود رو میبینی. پس راه اینه و سفر اینه و خب این وعده خیلی بزرگیه. اون مشکل محتوایی اینجاست که این وعده بسیار بزرگیه و فقط یک سری آدم مهم و نظر کرده تا حالا تونستن این کار رو انجام بدن. غیر از مسیح که انسان نیست به یک معنا و با بدن انسانیش نرفته به این سفر و یه جورایی خدا محسوب میشه و مالک و در واقع امپراتور اون سرزمینه، تا حالا در نگاه دانته و در نگاه آدم‌های زمان دانته 2 نفر تونستن این سفر رو برن. یکی انه که وصفش رو خود ویرژیل در انئید نوشته و یکی پولس قدیس که خب وضعیتش معلومه. پس برای رفتن به این سفر شما باید نظر کرده باشی و شما باید آدم بسیار بسیار مهمی باشی که بتونی این سفر رو بری. خب این وعده رو بذارید کنار ابتدای سرود دوم که میاد مثل حماسه ها دوباره شروع میکنه و موزها رو فرا میخونه. اینجا ترجمه شده به ای فرشتگان الهام بخش. این در واقع همون موزهاییه که هومر هم فراشون میخوند، ویرژیل هم فراشون میخوند و نشان دهنده اینه که این کتاب رو به یک معنای ادامه همون سنت یا حماسه میپنداره. حالا راجع به این که اصلا چرا فراخوانی میکنه بعداً صحبت میکنم، ولی ببینید الان ما با یک کتاب حماسه طرفیم، یعنی کتابی که نویسندش فکر میکنه یک حماسه است و یکی از تعاریف مهم حماسه اینه که شخصیت‌های داستان شخصیتیه که بسیار از انسان‌های عادی بالاتره.
از اون طرف وعده‌ای داده شده که تنها در تاریخ 2 نفر تونستن این کار رو انجام بدن، انه و پولس، که خب جایگاهشون معلومه. حالا خود دانته هم تو این سرود راجبشون حرف میزنه. اینا رو بذارید کنار هم. چه مشکلی اینجا پیش میاد به لحاظ محتوایی؟ مشکل اینه که کار دانته مثل کار ویرژیل ساده نیست. کار دانته مثل کار هومر ساده نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شخصیت اصلیش خودشه. این خیلی خطرناکه. این خیلی مشکلات محتوایی بزرگی به وجود میاره. هومر میتونست بگه آقا من دارم داستان یک آدمی رو میگم که نیم خداست، از ما خیلی بالاتره، حتی موفق میشه به دوزخ سفر کنه، اولیس. ولی خب داستان من که نیست، که من فقط راویم و من موزها رو فرا میخونم برای اینکه اونها به من بگن. این داستان رو خدایان به من گفتن. این داستانیه که پیش از من هم بوده. یعنی توجیه این که تو چرا داری این حرفا رو میزنی خیلی ساده است برای هومر، و هومر در دید خوانندش اصلا دوچار اون مسئله نمیشه که تو خود بزرگ بینی. نه، من یک راوی سادم که دارم داستان یک آدمی رو روایت میکنم که شما هم معتقدید که بزرگه. چرا؟ چون خدایان دارن روایتش میکنن و خدایان قبل از این هم گفته بودن که بزرگه. ویرژیل هم داستانش همینه. ویرژیل میتونه بگه آقا به من چه؟ یعنی من نه دوچار خود بزرگ بینیم، نه دارم لاف میزنم. من دارم داستان یک آدمی رو تعریف میکنم که بنیانگذار امپراتوری رومه، همتون قبلا میشناسینش، و الان از موزها دعوت کردم که بیان موزها و به جای من حرف بزنن. نتیجتاً من این وسط هیچ کارم. اینجوری حماسه سرا خودش رو از این وسط حذف میکنه و دچار یک مسئله اخلاقی نمیشه با مخاطبش. این مشکلیه که دانته یعنی در واقع مشکلیه که دانته برای خودش به وجود آورده. دانته شخصیت اصلی حماسش خودشه و نسبت دادن یک همچین چیزی به خودت هم تو رو دچار یک در واقع خود بزرگبینی اخلاقی میکنه در چشم خواننده که تو کی هستی که داری به خودت نسبت میدی که من این سفر رو رفتم، همین که در چشم یک سری نهادهایی که خب به هر حال خطرناکن، مثل نهاد کلیسا، نهاد مذهب، نهاد حتی امپراتوری، که تو کی هستی که داری جای انه رو میگیری، یا بدتر از اون کی هستی که داری جای پولس رو میگیری. میدونین شبیه اینه که توی اسلام یک نفر بیاد یک متنی بنویسه و از معراج خودش تعریف بکنه. خب معراج رو به پیامبر نسبت دادن و یک امر مقدسیه و الان این طرف بیاد بگه منم معراج رفتم. خب این نیازمند یک تمهیدیه، وگرنه خب اصلا دچار طرد میشه. اون نهاد ممکنه که تو رو طرد کنه، تو رو کافر بپنداره. خب میگم مشکل محتوایی یعنی این که الان دانته با یک مسئله محتوایی روبرو شده، هم راجع به خواننده‌اش که ممکنه این راوی رو و همینطور اون شخصیت رو، چون این دوتا یکیان، در واقع یک اسم دارن، خود بزرگبین بپنداره و نخواد ادامه بده که تو کی هستی که میخوای همچین سفری رو بری که در طول تاریخ 2-3 نفر بیشتر نرفتن. همین که اون نهادها ممکنه که اصلا بگن که تو داری یه کار کفرآمیز انجام میدی، یه کار بیرون از قاعده انجام میدی. حتی نه فقط نهاد کلیسا، نهاد امپراتوری هم ممکنه بگه آقا ما انه رفته و این امپراتوری رو بنا گذاشته، تو که دوباره داری میری چی کار میخوای بکنی؟ یعنی چه قصد سیاسی داری؟ اون یکی که قبلا رفته بود قصدش این بود که یک امپراتوری رو در واقع بنیان بذاره، تو چه قصد سیاسی داری؟ میدونید ممکنه اینا الان خیلی جدی نباشه، ولی حتما در زمانه دانته جدی بوده و اصلا کلا دغدغه هایی که باید بهش پرداخت، یعنی دغدغه های جدیه که تو وقتی که خودت رو به عنوان شخصیت حماست انتخاب میکنی و راوی اول شخص داری، خیلی چیزها رو خیلی سخته که بهش نسبت بدی، مخصوصا در حماسه. میدونید مثلا فرض بکنید که راوی هومر یک راوی اول شخصی بود، یعنی آشیل داشت از زبان خودش روایت میکرد. اولا دیگه اصلا نمیتونست اونقدر خودش رو بزرگ نشون بده، یعنی من آنم، من فلانم، من بهترین پهلوان جهانم. شما فوری کتاب میبستید میگفتید زر نزن. اما حتی نمیتونست همه اون پیروزی ها رو به خودش نسبت بده، چون یه جایی خواننده برمیگشت میگفت که آقا تو داری از زبان خودت روایت میکنی، بعد نگذره دیگه از نظر تو هم که خب تو از همه بهتری و همیشه پیروزی و هکتور از دست تو فرار میکنه و فلان و این صحبت ها. میدونید میخوام بگم راوی اول شخص خیلی به لحاظ اخلاقی دستش بسته است، نمیتونه هر چیزی رو به خودش
در واقع منسوب بکنه یا از خودش تعریف بکنه یا از این دست کارهایی که لازمه، به خصوص برای حماسه که توش اغراق وجود داره و تو شخصیتت بدون اغراق اصلا جذاب نیست که ما دنبالش رو بگیریم. خب پس نتیجتا اینجا دانته یک مشکل بزرگی داره. من چگونه این مأموریت رو، این سفر به دوزخ و برزخ و بهشت رو به خودم نسبت بدم بدون اینکه خواننده احساس کنه من دچار خود بزرگ بینی شدم یا دل زده بشه یا اون نهادها احساس کنن که من از جایگاه خودم خارج شدم و جایگاهی بزرگتر از آنچه که دارم برای خودم در نظر گرفتم. این فصل در لایه روییش، در لایه بالاییش اومده که این مشکل رو حل کنه. پس ما اول با این مشکل اول بود، اینی که توضیح دادم مشکل اول بود. این با نگاه به حل این مشکل یه بار فصل رو میخونیم و من توضیح میدم که چطور این مشکل رو حل میکنه. من بعد از اینکه یه دور فصل رو با این مشکل خوندم و دقیقاً توضیح دادم که چطور بر این مشکل غلبه کرده و چه تمهیدی اندیشیده، بعد برمیگردم به اون مشکل دوم و یه دور دیگه این کارو میکنیم. پس الان از مشکل دوم که مشکل عمیق‌تریه و یک مشکل ساختاری حرف نمیزنم برای اینکه قاطی نکنید و با همین مشکل اول پیش بریم. دانته میخواد در این فصل برای خودش مجوزی در مورد سفری صادر کنه، مجوز سفری رو صادر کنه که تا حالا به نظر خودش و به نظر آدم‌های دور و اطرافش فقط انه و پولس تونستن این سفر رو برن. حالا اسمی از اولیس نمیاره برای اینکه خب خیلی دوره و اون موقع خیلی هم مهم نبوده. در ایتالیا انه این سفر رو رفته و پولس که خیلی خیلی مهمن در مسیحیت مهمه، اون یکی هم در امپراتوری مهمه. یعنی یه نفر از سمت امپراتوری، از سمت نهاد سیاسی این سفر رو رفته و یک نفر از سمت کلیسا، از سمت نهاد دینی این سفر رو رفته و اینا خیلی مهمن. حالا نفر سوم میخواد دانته باشه و میخواد تو این فصل مجوزی برای خودش صادر بکنه. میگه روز به پایان میرسید و تاریکی فضا اندک اندک خاک نشینان را از خستگی میرهانید. اینجا این توصیفی که داره جالبه. ما اینجا متوجه میشیم اینا هنوز وارد اون عالم که وعده داده شده بود نشدن، یعنی وارد اون دوزخ برزخ بهشت نشدن و هنوز سفر شروع نشده. چرا؟ چون که داره اشاره میکنه به گذر زمان. یعنی این که وقتی که دانته برای اولین بار ویرژیل رو میبینه، یا اگر یادتون بیاد گفت خورشید نوک قله است، یعنی صبح یا ظهره. خب ولی الان داره میگه روز به پایان میرسید، یعنی زمان میگذره. اینجا خورشید دیگه گذشته و واقعا رفته و حالا دیگه شبه. ما بعدن که وارد اون سفر بشیم، با دانته و ویرژیل همراه بشیم، وارد اون سفر بشیم، یه چیزی رو متوجه میشیم. در اون عالم الوا اصطلاحاً، در اون عالم پس از مرگ زمان نمیگذره. یعنی وقتی که رفتید متوجه میشید که در دوزخ همه چیز شبه، همیشه شبه، زمان نمیگذره. یا در بهشت همیشه روزه و واقعا چقدرم سخته که یه آدم یه جایی زندگی بکنه که همیشه روز باشه، ولی اینجا زمان داره میگذره و این به ما نشون میده هنوز در جنگلن، هنوز وارد اون سفر نشدن با وصف اینکه وعدش داده شده. و چرا داره اینو میگه؟ پیش از اینکه این سفر شروع بشه دانته باید مجوزش رو برای خودش صادر بکنه. پس باید به خواننده بگه ببینید ما هنوز وارد اون فضا نشدیم و من هنوز نپذیرفتم که اون سفر رو برم. چرا؟ چون من فروتنم، چون من فکر نمی کنم شبیه اون آدما باشم. نتیجتاً حواستون باشه ما هنوز روی زمینیم. من هنوز کار خلافی انجام ندادم تا مجوزم صادر بشه و حالا میره که مجوز خودش رو صادر بکنه. و من یکه و تنها خود را آماده آن می کردم که هم با درازی راه بستیزم و هم با حس ترحم. این یکه و تنها جالبه، اگرچه کنار ویرژیل داره میره و ویرژیل فعلا شخصیت مهمتری از دانته، ولی اونو حساب نمیاره. چرا؟ چون که مردگان در عالم زنده ها فقط یک سایه‌ن. ما قبلا دیدیم که با کلمه سایه هم ویرژیل رو توصیف کرد و سایه همراه محسوب نمیشه، آدم تنهاست. یا اینجا دانته با وصف این که حسی داره از این که ویرژیل وجود داره و اصلا داره باش حرف میزنه و این فصل کلا دیالوگ بین دانته و ویرژیله، اما حسابش نمیکنه و همینجور خودش رو داره تنها حساب میکنه. و اگر ببخشید یه نکته جالب، اگر همه مردگان رو ما سایه بپنداریم، خب که هستن در جهانبینی دانته که یک مخلوطی از جهانبینی یونانی و مسیحی، مرده ها سایه‌اند،
کل این سفری که دانته خواهد رفت رو تنها خواهد بود. خیلی جالبه با وصف این که کلی آدم میبینه توی دوزخ، توی برزخ، تو بهشت. یعنی ما صفحه‌ای نداریم که دانته آدم جدید نبینه، دیالوگ جدید برقرار نکنه، تا یک جایی کنارش ویرژیل، بعدش کنارش بئاتریسه، بعد میره. ولی اگر به این توصیف تک خطی خیلی کوچیک توجه بکنیم، دانته در کل این سفر تنهاست، چون اون کسانی که کنارشن در واقع آدم نیستن، ساین، و هیچ آدمی دانته رو همراهی نمیکنه و این تنهایی هولناک این شخصیت خودش مسئله مهمیه توی کمدی الهی، به خصوص توی دوزخ. من جلوتر وقتی که وارد دوزخ بشیم خیلی زیاد به این اشاره میکنم که این وضعیت رو، دیدن اینها رو با این در نظر بگیرید که دانته کاملا تنهاست. پس ما اینجا دقیقاً با یک زائر طرفیم، با یک کسی که پیاده راه میفته که بره یک چیزی رو ببینه، بره به خدا برسه، که قبلا هم گفتم توی اپیزودها خیلی توی قرون 12 و 13 تو اروپا مد شده بود و این تنهایی چیزیه که در کل این سفر با دانته وجود داره و بعداً معنای خیلی مهمی پیدا میکنه. ولی اینجا شما حواستون باشه و پس ذهنتون نگهش دارید، بعداً توی کتاب معنای مهمی پیدا میکنه. در مورد اون حس ترحم هم که میگه بعداً معلوم میشه منظورش چیه و بعداً ما صحبت میکنیم از سرود 5 به بعد، اگر اشتباه نکنم آره از سرود 5 به بعد. خب بعد میگه و اینک خاطره خطا ناپذیر، زبان به وصف آنچه در این راه دیدم خواهد گشود. این خطابی نیست. و اینک خاطره خطا ناپذیر، زبان به وصف آنچه در این راه دیدم خواهد گشود. دیگه وعده میده که برامون تعریف بکنه. حالا اون فراخوان معروف آثار باستانی، حماسه های باستانی رو داریم که میگه ای فرشتگان الهام بخش، این موزهاست، همین موزها، ای نبوغ بلند پایه، اکنون به کمک من آیید و تو ای خاطره که آنچه را که دیدم بر صفحه کاغذ آورده ای، وقت است که هنر نمایی کنی. خب ما دوباره اینجا با یک سگانه‌ای طرفیم، یعنی یه بار موزها رو فرا میخونه، یه بار یک چیزی به اسم نبوغ بلند پایه یا آلتو اینژنیو یا آلتو اینگگنو، نمیدونم، آلتو اینژنیو فکر میکنم، و بعد خاطره یعنی حافظه، منته. اینا رو به در واقع کمک میخونه برای اینکه حرف بزنه و ما دوباره اینجا با یک ساختار ستایی طرفیم. اون موزها که تکلیفش معلومه که داره خودش رو به سنت حماسه باستانی وصل میکنه. در مورد اون نبوغ بلند پایه خیلی صحبت شده و حقیقتا هیچ کس نمیدونه که یعنی چی. یعنی این کلمه خیلی چیز نداره، این عبارت خیلی پیشینه‌ای نداره که ما بگیم آقا اینو رفته از فلان جا آورده و میخواد خودش رو به فلان چیز وصل بکنه. خیلی ها معتقدن که منظورش نبوغ خودشه، خیلی ها معتقدن که نه منظورش یک نبوغی بیرون خودش، و خیلی ها معتقدن که داره خدا رو میگه. انگار که دانته یک عبارتی رو انتخاب کرده که بتونه هم خدا رو بگه، و جالبه که اینجا برای فراخوان از خدا کمک نگرفته یک مسیحی و اینا نشانه های مهمیه. اما به هر حال یک چیزی رو آورده که بعداً به راحتی میتونه بگه خب منظور از این نبوغ بلند پایه همون خدا بوده. و بعد خاطره یا حافظه یا منته، این ستا. و این ستا رو اگر ما یکم دوباره ذهنمون رو بپرونیم، یکم در واقع تخیلمون رو چیز کنیم، میتونیم یه تفسیر سردستی احتمالی ازش بدیم که جالبه. این موزهایی که اومده، خب اینجا در واقع قرار نیست داستان رو تعریف بکنن، اینجا قرار خود دانته داستان رو تعریف بکنه و روی کاغذ بیاره. و انگار که این موزها یه جورایی نماینده بئاتریسن، یعنی الهگانی که شعر رو در شاعر شعله‌ور میکنن، الهگانی که داستان نویسی رو در داستان نویس، در نویسنده شعله‌ور میکنن، الهگانی که روایت رو به راه میندازن. و اینجا چه کسی داره روایت رو به راه میندازه؟ چه کسی داره شعر رو در شاعر شعله‌ور میکنه؟ اون بئاتریسه.
خب و از اون طرف اون نبوغ بلند پایه، نبوغی که برتر از منه، اینجا میتونه ویرژیل تلقی بشه. یعنی خیلی هم راه دوری نرفتیم اگر بگیم منظورش ویرژیله، اون طرف منظورش بئاتریسه و این طرف منظورش ویرژیله و خب خاطره هم خودشه. و این همون تثلیث اصلیه که من تو اپیزود قبل راجبش حرف زدم که اون تثلیث مقدس مسیحی در کتاب دانته تبدیل میشه به تثلیثی که دانته داره درست میکنه، یه جور تثلیث بئاتریس، ویرژیل، دانته، که اینها چی رو به وجود میارن؟ به وجود آورنده جهانی هن که ما بهش میگیم کمدی یا کمدی الهی. خب و اینجا هم ما میتونیم یک ردی از اونا پیدا بکنیم. هیچ کدومو نمیشه ثابت کرد، کما اینکه خیلی از مفسرها صحبت کردن و نمیدونن این نبوغ بلند پایه چیه، اون موسها اینجا چی کار میکنن و این منته به کدوم خاطره اشاره داره یا به کدوم حافظه اشاره داره، که در واقع هم میگه که من ای خاطره ای که آنچه را که دیدم بر صفحه کاغذ آوردی. کی بر صفحه کاغذ آورد؟ خیلی ها معتقدن که این منظورش اون کتاب زندگانی نوح یا زندگی نوح که اونجا در واقع گفته بود که من کمدی الهی رو خواهم نوشت، هیچ همچین چیزی خواهم نوشت. ولی خب خیلی مبهمه، یعنی ما ردی نمیتونیم پیدا بکنیم. حالا ممکنه شما برید سرچ بکنید، مثلا حرفای چند تا مفسر رو پیدا بکنید که گفته باشن قطعا همینه. آره یه همچین چیزایی هم هست، ولی دلایل درست و واضحی که آدم رو قانع بکنه براش وجود نداره. و چون ما نداریم خود دانته رو که چرا اینا رو به کار برده و چون مثلا اون عبارت نبوغ بلند پایه به این معنا، به این شکل اصلا پیش از دانته استفاده نشده، یا اگر استفاده شده برای این کار استفاده نشده، ما احتمالا نمیتونیم دقیقاً بدونیم که این کار یعنی چی. ولی تفسیری که من دارم با همین احتمالات و عدم قطعیت ها، تفسیری که من دارم اینه که این سگانه‌ای که اینجا میسازه یه جور مرتبط با اون سگانه‌ای که در ذهن خودشه. یعنی بئاتریس که به عنوان شعله ور کننده شعر داره عمل میکنه، ویرژیل که به عنوان یک نبوغیه که داره راهنمایی میکنه که شعر به کدوم سمت بره، و دانته که داره با یک حافظه‌ای، با یک خاطره‌ای که این وضعیت رو دیده، اینو روی کاغذ میاره و خلق میکنه. من یک همچین تفسیری از این فراخوان دارم. به هر حال یک فراخوان اینجا انجام میشه و ما وارد سرود دوم میشیم و در واقع اینجا رسما ما وارد کتاب دوزخ میشیم. هنوز وارد خود دوزخ نشدیم، ولی اینجا بعد از این فراخوان انگار این فراخوان در واقع اول کتاب دوزخ اومده. به همین دلیل هم توی سرود دوم میاد، چون دانته سرود اول رو مقدمه‌ای بر کل کمدی الهی میدونست، نه فقط بر کتاب دوزخ. و الان اینجا وارد دوزخ میشیم. میگه چنین آغاز کردم: ای شاعری که راهنمای منی، به توانایی من بنگر و پیش از آن که قدم در این راه دشوار نهاده باشم، ببین که آیا برای چنین کاری چنان که باید نیرومند هستم؟ این کلمه‌ای که اینجا توانایی ترجمه شده در واقع توی ایتالیایی ویرتوه، یا همون ویرچو یا فضیلتی که حالا اگر کسانی باشن که چنین گفت زرتشت رو دنبال کرده باشن، که خب خیلی هم احتمالاً فکر میکنم زیادن بین کسانی که الان دارن این اپیزود رو میشنون، میفهمن، یعنی میدونن که فضیلت در واقع چیه. و دانته داره اینجا میگه که به فضیلت من نگاه کن، ببین اصلا من در حد این هستم که برم به این سفر. و داره از ویرژیل یه جورایی میپرسه که آقا من مال این صحبت ها هستم که برم. حالا در مورد این فضیلت بیشتر بعداً صحبت میکنم. ادامه میده: حکایت میکنی که پدر سیلویو که آن زمان هنوز آدمی زاده‌ای بود به دنیای جاوید رفت و این سفر را با تن خاکی خود انجام داد. پدر سیلویو انست. میگه که آقا تو کسی هستی که روایت کردی که انه وارد دوزخ شد، وارد این سفر شد، پس تو متخصصی دیگه، میدونی که کی میتونه وارد این سفر بشه و کی نمیتونه. خب به هم بگو. بعد میگه عجیب نیست که انه بره به این سفر. چرا؟ چون از طرف خدا مأمور شده بود برای اینکه روم رو بنیانگذاری بکنه. و وقتی که کسی از طرف خدا مأمور میشه، میگه اما اگر دشمن جمله تباهی ها یعنی خدا به خاطر نقشه های بزرگی که میبایست به دست وی اجرا شود، یعنی به دست انه،
و با توجه به چندی و چونی این نقشه ها با وی به لطف رفتار کرد، چنین چیزی مایه شگفتی آدم هوشمند نمیتواند شد، زیرا وی در عرش اعلا برگزیده شده بود. انه در عرش اعلا برگزیده شده بود، مجوز و مأموریتش رو از خدا گرفته بود و برای یک هدفی داشت میرفت، یک چیزی رو میخواست بنیان گذاری بکنه، یک نقشه و مأموریتی بهش داده بودن. نتیجتاً معنی داشت که بره این سفر. من کیم که این کار رو بکنم؟ و از اون طرف میگه که این و آن، حالا این در مورد انه، وی در این سفری که تو در اشعار خود تجلیلش کرده ای چیزهایی آموخت که مایه پیروزی او و پیروزی ردای پاپی شد. حتی میگه که اصلا اون بالا قرار بود امپراتوری روم به وجود بیاد که یه روزی بشه مقر پاپ. یعنی این هم در واقع یک هدف مسیحیه، یک هدف پاگان نیست، ولی به هر حال یارو مأمور شده بود. سپس ظرف برگزیده به دانجا رفت. ظرف برگزیده لقب پولس قدیسه، سن پول یا پولس قدیس. در واقع یه جورایی میشه گفت که نظریه پرداز مهم مسیحیت. این شخص هیچ وقت مسیح رو از نزدیک ندید تا وقتی مسیح زنده بود، ولی روایت میکنه که مسیح برش چیز شد، مسیح برش متجلی شد وقتی که مسیح بعد از اینکه به صلیب کشیده شده بود. و حالا این پولس معروفه دیگه، برید جستجو بکنید. من اینجا دیگه داستان پولس رو نگم، خیلی مشهوره که چه اتفاقاتی افتاد و چی شد. ولی خب پولس یک شرحی داره از این که با بدن خاکی خودش وارد جهان پس از مرگ شده. خب میگه سپس ظرف برگزیده به دانجا رفت تا برای ما ایمانی بیشتر بدین آیینی که نخستین قدم در راه رستگاری ابدی است ارمغان آورد. خب حالا معلوم میشه، میگه که آقا اینه مجوزش رو از بالا گرفته بود، خدا بهش گفته بود بره، چون یک قصد و هدفی بود و یک بنیانگذاری. بعد پولس هم به همین دلیل اصلا رفت که این ایمان رو محکم بکنه، رفت این آیین رو محکم بکنه. اونم یک برنامه‌ای داشت و چیزی میخواست بنیان بذاره. توجه کنید هر دوی این آدمایی که داره میگن بنیانگذارن، خب، و یک چیز مهمی رو بنیان گذاشتن و انگار یک مأموریتی از طرف خدا داشتن. اما من برای چه این کار را بکنم؟ کیست که چنین اجازتی به من دهد؟ من انه نیستم، پولس هم نیستم، نه خودم چنین شایستگی در خیش سراغ دارم و نه دیگران. این دیگران خیلی مهمه. این دیگران دقیقاً اشاره میکنه به اون مسئله اخلاقی که اون اول گفتم، این که دیگران یه همچین شایستگی اخلاقی در من نمیبینن مهمه. این دیگران میتونه نهادهای مذهبی یا سیاسی و رسمی باشه، میتونه خواننده ها، مخاطب ها باشه. من چه شایستگی دارم؟ نه انم نه پولسم. و اون دیگرانه قشنگ معلومه که ذهن دانته به این مسئله مشغول بوده و اصلا این سرود رو نوشته که مجوز سفر خودش رو در جلوی چشم همون دیگران برای خودش صادر بکنه. بنابراین اگر بدین سفر رضا دهم، بیم آن دارم که این کار دیوانگی بیش نباشد. تو خود خردمندی و بهتر از آنچه میگویم منظور مرا میفهمی. اینجا حرف دانته تموم میشه با ویرژیل و خودش رو توصیف میکنه. میگه حال من حال آن کس بود که دیگر آنچه را که خواسته بود نمیخواهد و بر اثر افکاری تازه چنان تغییر عقیده میدهد که یک سره از طی آن راه که در پیش گرفته بود منصرف میشود. اول خیلی با هیجان و با شور پرید وسط که آقا بریم و چه سفر خوبی و به به، ویرژیل و چشم و چراغ شاعران و فلان. و بعد یه لحظه وایساد با خودش گفت که کجا عزیزم، کی به تو اجازه داده بری این سفر؟ تو اصلا کی هستی در واقع که میخوای بری این سفر؟ و یه جورایی داره پشیمون میشه اصلا که چی، من الان کجا بیام؟ من اصلا چرا باید برگزیده باشم برای اینکه این سفر رو برم و چرا باید اصلا کسی بیاد دنبال من که منو به قله ببره؟ شاید اصلا تقدیر من اینه که تو همین جنگل با همین حیوانات بمونم. کی گفته که من برگزیدم؟ کی گفته که من نظر کردم؟ در واقع اینا رو داره از خودش میپرسه، ولی یه جورایی جای خواننده، جای مخاطب نشسته که این سوالا رو بهتر خودم از خودم بپرسم تا اینکه بعداً خواننده از من بپرسه. میدونید، یعنی گرفتید احتمالاً که داره چه اتفاقی میفته. اون سوالاتی که ممکنه به ذهن مخاطب برسه دانته زودتر داره از خودش میپرسه و میگش و میگه که منصرف شده بودم. من نیز خود را در این سربالایی تیره چنین یافتم و چون نیک اندیشیدم از آنچه در بد و امر با این شتاب به پیشبازش رفته بودم انصراف جستم.
خودم زودتر از این که شما از من بپرسی تو کی هستی، خودم از خودم پرسیدم که تو کی هستی و یه جورایی منصرف شدم، یه جورایی دلسرد شدم که من کسی نیستم که بخوام این سفر رو برم. یه جور فروتنی داره میکنه برای اینکه از زیر اون مشکل اخلاقی که گفتم در بره. روح بزرگوار به من پاسخ داد اگر مفهوم گفته‌ات را خوب دریافته باشم، ناچار روح تو دستخوش زبونی و فتوری شده است که به کرات بر آدمی مستولی می شود، چندان که او را از مهمی بزرگ که در پیش گرفته باز می دارد و همچون حیوانی می کند که از توهم خود به سوء ظن می افتد و می هراسد. خیلی مؤدب نبوده ویرژیل احتمالاً، چون حالا یک بنده خدایی دچار یک مشکلی شده، ویرژیل خیلی بد داره جوابشو میده و همش پشت ذهنتون باشه همه اینا رو دانته درست کرده ها، یعنی همه این صحنه ها رو خود دانته چیده. مثلا مهمیه. برای آنکه از این بیم خلاص یابی همکنون برایت میگویم که چرا بدین جا آمدم و در آن نخستین لحظه‌ای که دلم بر تو به درد آمد چه شنیده بودم. یه چیز جالبی اینجا، حالا ما هم خیلی با دانته، یعنی سرعت روایت رو برای ما دانته تعیین کرد. اون سرود اول رفتیم افتادیم توش و چه جالب، یه سفری و یک راهنمایی و ویرژیلی و الان بریم تو و ببینیم چی میشه و بریم دوزخ و برزخ و بهشت رو ببینیم. ولی الان یواش یواش اولا دانته داره از خودش یه سوال مهمی میپرسه که من کیم که بخوام برم این سفر. دو، ما باید یه سوال مهمی از خودمون بپرسیم، این ویرژیل اینجا چی کار میکنه؟ چرا باید ویرژیل یه دفعه بیاد راهنمایی یه نفر بشه؟ چرا باید ویرژیل اصلا دانته رو بشناسه؟ حالا اوکی، یعنی ما میدونیم که چرا، ولی در واقع به عنوان یه خواننده باید از خودمون بپرسیم ویرژیل اینجا چی کار میکنه؟ اصلا چی شده که توجه ویرژیل به دانته جلب شده؟ مگر دانته اون حماسه سرای بزرگیه که ما میشناسیم؟ نه، یک آدم 35-6 ساله‌ای که هیچ کاری تو زندگیش نکرده غیر از این که حالا چند تا شعر گفته، حالا افتاده یه جایی گیر کرده و میخواد یه سفری رو بره. چرا باید یکی از حماسه سرای بزرگ تاریخ یه دفعه به این توجه بکنه و بیاد راهنماییش بکنه؟ خب این مسئله مهمیه و اینجا ویرژیل نه تنها داره مجوز سفر دانته رو صادر میکنه که حالا میبینیم به چه شکل، بلکه داره توجیه میکنه که خودش چرا اینجاست، یعنی به این سوال مهم روایت هم داره جواب میده. خب از اینجا به بعد ویرژیل شروع میکنه روایت کردن که چی شد که من الان اینجام و کی گفته که باید به این سفر بریم. میگه در جمع ارواح بی سر و سامان نشسته بودم. این داره تو لیمبوه، اولین یا در واقع حلقه مقدماتی دوزخه، یعنی در واقع مکان زندگی ویرژیل حلقه مقدماتی دوزخه. اون حلقه رو ما بعداً توی 1-2 سرود دیگه بعداً به تفصیل باهاش آشنا میشیم. بسیار حلقه مهمیه که اسمش هم لیمبوه و اصلا جدای از خود کمدی الهی و جدای از دوزخ خیلی‌ها در مورد این لیمبو صحبت کردن. و یک حالا وقتی که رسیدیم بهتون میگم یک کتابی هم آگامبن داره، جماعت آینده یا همبودگی آینده، اصلا با همین قسمت لیمبو شروع میکنه. نکته مهمیه. حالا اونجا به عنوان یه در واقع اطلاعی کنار این تفسیری که داریم میکنیم راجع به اون چیزی که آگامبن میگه حرف میزنم، اگرچه خب با تفسیر ما خیلی فرق داره. اما مسئله اینه که چرا در واقع ویرژیل توی دهانه دوزخ داره زندگی میکنه؟ چون که خب مسیحی نبوده، ما دیدیم قبلا، و راجع به این قضیه وقتی به لیمبو رسیدیم مفصل صحبت میکنیم. خیلی ها میگن و خود شجاع الدین شفا هم نوشته که هیچ غیر مسیحی در برزخ و دوزخ نیست و هیچ غیر مسیحی در برزخ و بهشت نیست و هیچ غیر مسیحی مطلقاً راه در واقع به بهشت نداره اصلا. به همین دلیل حتی آدم درستکاری مثل ویرژیل که فخر جهانیان و فخر ایتالیایی است، چون مسیحی نیست باید تو بهشت بمونه. ولی این دقیق نیست. من به شما بعدها اگر خواستیم برزخ و بهشت رو هم بخونیم به شما نشون میدم آدم‌هایی رو که مسیحی نیستن ولی حتی تو بهشت هستن. اما به هر حال این شعرا و این آدمای بزرگ قبل از در واقع مسیحیت، این پاگان‌ها
توی این قسمت زندگی میکنن، نه تا تو برزخ، تو لیمبو زندگی میکنن. حالا به این اشکالی نداریم، وقتی که رسیدیم سر لیمبو راجع به حرف میزنیم. میگه در جمع ارواح بی سر و سامان نشسته بودم که بانویی صدایم کرد، بانویی نیکبخت و زیبا بود، چنان که من خود از او خواستم که اوامرش را به من بفرماید. حول نباشی شمای ویرژین. دیدگانی از اختر تابناک فروزانتر داشت، با صدایی فرشته آسا به شیرینی و سادگی با من به زبان خود چنین آغاز کرد. به زبان خود یعنی به زبان خودش که ایتالیاییه، چون ویرژیل زبانش لاتینه، ولی خب اونجا گویا زبان همدیگر رو متوجه میشن. ای روح آراسته مانتویی. مانتو جاییه که ویرژیل توش به دنیا اومده، که آوازه نامت هنوز در جهان باقی است و تا جهان هست باقی خواهد بود. دوست من، منظور دانته است، که طالع با او از سر دوستی در نیامده، در سراشیبی بی حاصلی بر جای ایستاده و از فرط هراس آهنگ بازگشت کرده است. یعنی در واقع این خانومه اومده به ویرژیل گفته که آقا چه نشستی؟ یه دوستی من دارم، این توی جنگلی گیر کرده و میخواد اصلا از راهی که رفته برگرده، نمیخواد بیاد و به این تعالی، به اون خورشید برسه و یه سری حیوان جلوش رو گرفتن. پاشو برو. بیم آن دارم که همکنون راه را چنان گم کرده باشد که من که وصف این گرفتاری او را در آسمان شنیدم بسیار دیرتر از آنچه باید به کمکش شتافته باشم. میگه حتی ممکنه همین الان دیر شده باشه، پس برو و با نیروی فصاحت خود و با هر وسیله دیگری که برای نجاتش لازم میآید به کمکش بشتاب تا مرا تسلای خاطر بخشیده باشی. من که تو را میفرستم بئاتریس هستم. پس این خانومه بئاتریسه. یعنی در واقع ویرژیل داره میگه من یه جا نشسته بودم، همینجور سرم به کار خودم بود، یه خانم بسیار زیبایی اومد و خیلی نورانی بود و اصلا نور تو این در واقع سرود دوم هم خیلی مهمه. حالا اولش هم با نور و تاریکی شروع شد و بعد هی مدام نور رو نسبت میده به بئاتریس و بعد ما اینجا سانتا لوسیا رو داریم که قدیس کورهاست و حالا راجبش صحبت میکنیم. میگه من که تو را میفرستم بئاتریسم. یعنی پس این در واقع اومد یک دلیلی، حالا یک دلیل اولیه‌ای پیدا شد که بئاتریس اومده ویرژیل رو مأمور کرده که برو به اون دوست من برس. خب یکم این سلسله مراتب دیوانی و اداری یادتون باشه، میخواد مجوز برای خودش صادر بکنه و مجوز رو یک دیوان یا یک اداره صادر میکنه، پس مجبور یه مقدار ساختار آنچه که میخواد بگه رو دیوانی بکنه. اگر میومد میگفت که خدا به من این مجوز رو داده، باورپذیر نبود. هی داره سلسله مراتب درست میکنه، یعنی داره میگه که ویرژیل اومده به من گفته، کی به ویرژیل گفته؟ بئاتریس گفته. اینجا هنوز دلیل کافی وجود نداره، اما یه مقدار این ساختار دیوانی و سلسله مراتبی که داره میسازه، همون ساختاری که میشه مثلا حالا به شوخی گفت که آقا نوکری داشت، نوکر کلفتی داشت فلان اینا، این ساختار دیوانی و اداری یه مقدار خواننده رو تو خودش فرو میبره و یه مقدار باورپذیر میکنه. این تکنیک مهمیه ها. یعنی نیومده بگه آقا مجوز من مستقیم از دست خدا گرفتم، مجوز مستقیم از دست مسیح گرفتم، معنیدار نبود، یه مقدار باورپذیر نبود، اما الان داره یه ساختار دیوانی درست میکنه و ما باید یادمون باشه توی قرون 12 و 13 زمانی که دانته داشت مینوشت، این ساختار دیوانی خیلی مد شده بود. یعنی خیلی حکومت‌ها، دولت شهرها به این ساختار دیوانی بیش از پیش رو آورده بودند و حتی خود کلیسا هم به این ساختار دیوانی سلسله مراتبی رو آورده بود و خیلی از مجوزها از دل این ساختار دیوانی بیرون می اومد و این فصل رو اومده به شکل یک در واقع اداره چیده، یک اداره‌ای که سلسله مراتب داره برای اینکه خواننده زمان دانته باورش کنه که واقعا یک مجوزی برای سفر صادر شده. پس این مجوز داره اول ویرژیل، بعد بئاتریس که اومده اینجا، ولی هنوز حل نشده، چون خواننده میتونه بگه آقا خود بئاتریس کی بود؟ حالا تو گفتی خیلی دختر معصومی بود و یه زمانی مرد و اینا، ولی بئاتریس کی هست؟ تو الان خودت هم اومدی داری بئاتریس رو اصلا بزرگ میکنی، چون هدف این کتاب همینه، چون میخوای اصلا این کتابی بنویسی که معشوقت رو بزرگ کنی. فعلا ما دلیلی نداریم برای اینکه تو رو بفرستیم به این سفر یا اجازه بدیم که بری به این سفر، چون که خود بئاتریس هم حالا چیز، ویرژیل هم که اصلا مسیحی نیست، حالا نمیتونه اونجا به کسی مأموریت بده. به هر حال از جایی میایم که مایلم بدان بازگردم، یعنی بهشت، و فقط عشق که مرا به سخن واداشته از آنجا دورم کرده است. اینجا اتفاق جالبی هم میفته، انگار که بئاتریس هم عاشق دانته است. توی کتابی که دانته داره مینویسه، بئاتریس هم عاشق دانته است و یه جورایی خب دیگه
کتاب خودمه دیگه، در واقع مینویسم و اون کسی که خودم دوستش دارم و این کتاب براش نوشتم توش عاشق منه دیگه. حالا مهم نیست، ولی مسئله اینه که بیاتریس اومده داره چیز میکنه: هنگامی که پیش روی خداوندگار خود بازگشته باشم غالبا تو را در پیشگاهش خواهم ستود. یعنی میگه برو این کارو برای من انجام بده، برو این بابا رو از جنگل در بیار و به نور برسون، منم پیش اون خداوندگار خودم که بعداً معلوم میشه کیه، چون خود خدا نیست، این در مورد خود خدا نیست، تو را عموما خواهم ستود. و خب اینم یه جورایی انگار پاداشیه به ویرژیل، یعنی تو برو این کارو برای من بکن، منم اون بالا خوب تو میگم، تو بهشت خوب تو میگم و خب حتما اوضاع بهتر خواهد شد. میبینید سلسله مراتب چه جوری داره چیده میشه. بعد ویرژیل میگه که ای بانوی پاک دامن که تنها تو میتوانی نوع بشر را فراتر از جمله آفریدگان زیر این فلک نهی که کوچکترین حلقه همه آسمان هاست. حالا من راجع به این جهانشناسی دانته بعداً صحبت میکنم، الان خیلی زوده، ولی این برمیگرده، این افلاک نهگانه‌ای که کوچکترینش ماهه، برمیگرده به جهانشناسی دانته. اطاعت فرمان تو مرا چنان خوشایند است که اگر هم بیدرنگ به کارش بندم باز پندارم که در این راه تأخیر کردم. یعنی اگر همین الان برام انجام بدم فکر میکنم تأخیر کردم چون خیلی باحالی. بنابراین دیگر درنگ مکن و اراده خیش را بفرمای، دستور بده که من برم انجام بدم. اما به من بگو چه باعث آمد که از جایگاه منیعی که چنین در اشتیاق بازگشت بدانی بدین ورطه فرود آمدی و از این بابت هراسی به دل راه ندادی. سوال پیش اومده برای ویرژیل که تو که ساکن بهشتی چطور تونستی وارد دوزخ بشی و مشکلی هم نداری. یعنی یه سوال در واقع اعتقادی هم براش پیش اومده که آقا شما که از بهشت میایید مشکل پیدا نمی کنید اینجا. پاسخ هم داد اکنون که خواستار وقوف بر این راضی به طور خلاصه برایت خواهم گفت که چرا از دخول بدین جا بیمی در دل راه نمی دهم. تنها از آن چیزهایی باید ترسید که قدرت آزار رساندن به دیگری را دارند. از چیزهای دیگر بیم نباید داشت زیرا ترساور نیستند. خداوند در عالم رحمت خود مرا چنان ساخته که رنج شما به من گزندی نمیرساند و شعله های این حریق مرا در بر نمیگیرد. این جوابی بود که حالا برای سوال ویرژیل پیش اومده بود، اینو بهش داد. اما حالا میخواد مأموریتش رو بگه. میگه در آسمان بانوی نکوکاری هست که دیدار گرفتاری آن کس که اکنون به سوی اویت میفرستم سخت به تأثرش در آورد، چنان که مقررات سخت آن بالا را نادیده انگاشت. یک بانوی مقدسی در آسمان هست. وقتی دید حال این بنده خدایی که تو جنگل گیر کرده، یعنی خود دانته، این شکلیه، خیلی متأثر شد، خیلی ناراحت شد، چنان که قوانین سخت اون بالا رو نادیده انگاشت. این خیلی مسئله مهمیه. میدونید یعنی چند نفر میتونن قوانین درگاه خداوند رو نادیده بینگارن؟ یعنی چی؟ اصلا مگه همچین چیزی ممکنه؟ بله ممکنه، چون این بانویی که داره میگه مریم مقدسه. حالا سلسله مراتب اینجا داره مشخص میشه. میگه آقا من بیاتریس هم کار این نیستم، من اصلا ندیده بودم. بانوی مقدس مریم در واقع اومده این بنده خدا رو دیده. حالا اصلا چطور توجهش به این قضیه جلب شده ما نمیدونیم، ولی اومده اینو تو جنگل دیده، خیلی متأثر شده و چون متأثر شده اومده مأمور خودش رو که خود اون آدم خیلی مهمه، میگه لوچیا را به نزد خیش خواند. این لوچیا همون سانتا لوسیاست، یک قدیس ایتالیایی که کور شد و قدیس کوران و در واقع کسانی که چشمشون مشکل داره، که ما میدونیم که دانته به شدت چشمش مشکل داشت و به همین دلیل خودش رو پیرو سانتا لوسیا میدونست و خیلی خیلی قدیس مهمیه. حالا میتونید برید راجبش جستجو کنید و بخونید. و اینجا داره میگه که آقا مریم وقتی که اینو دید لوسیا رو در واقع فرا خواند، یعنی منم فرا نخوند. سلسله مراتب رو دارید میبینید. لوسیا را به نزد خیش خواند و بدو گفت مرید وفادارت، دانته مرید سانتا لوسیاست دیگه به خاطر اینکه چشماش درد میکرد، اکنون احتیاج به تو دارد و من وی را به دستت میسپارم. این مأموریت رو مریم به سانتا لوسیا داد. لوسیا که خصم هر گونه سنگدلی است به راه افتاد و بدان جا آمد که من و راهیل در کنار هم نشسته بودیم. این راهیل هم همون ریچل یا ریکله یا راخله که خب یکی از قدیس‌های مهمه مسیحیت، حالا زیر در موردش نوشته. خب حالا پس لوسیا هم پا میشه میاد اونجایی که بیاتریس هست. به من گفت بیاتریس ای ثنای خداوند، اینا رو سانتا لوسیا داره میگه، چرا به کمک آن کس نمی روی که به خاطر عشق تو از جرگه عوام الناس بیرون آمد؟
میگه اصلا عشق تو بود که اینو از جریه عوام الناس بیرون آورد و اصلا تو این جنگله یه دفعه بیدارش کرد و اصلا این به خاطر تو داره این راهو میاد. چرا نمیری به کمکش؟ پس در واقع مریم سپرد به سانتا لوسیا و سانتا لوسیا سپرد به بئاتریس. پس به همین دلیله که بئاتریس از بهشت پا شده اومده به ویرژیل داره میگه مگر شکوه رقتزایش را نمیشنوی؟ مگر نمیبینی که چسان مرگ وی را در کنار رود خروشانی که دریا نیز خطرناکتر از آن نیست تهدید میکند؟ ما به این رود خروشان هم بعداً میرسیم. آخرونه که رود خیلی مهمیه توی ایلیاد و اودیسه، به خصوص تو اودیسه باش آشنا شدیم. هرگز کسی در جهان نبوده که چون من پس از شنیدن این کلمات با شتابندگی به دنبال سود خود رفته یا از زیان خیش گریخته باشد. اینا رو داره بئاتریس در مورد خودش میگه بعد از اینکه سانتا لوسیا به من گفت، من فوری پا شدم اومدم اینجا، از جایگاه سعید خود به اینجا فرود آمدم و اعتماد به کلام بلیغ تو بستم که مایه افتخار تو و جمله کسانی است که آن را شنیدن. چون با من چنین گفت، دیدگان فروزان و پر اشک خیش را به سویم گردانید و بیشتر به شتابندگیم واداشت و لاجرم چنان که او خواسته بود به نزد تو آمدم. اینا رو ویرژیل داره میگه به دانته. و تو را از چنگ این حیوانی که نگذاشت اینجا نگرفته اکثر راه را به سوی کوهستان زیبا در پیش بگیری رهانیدم. اون راه مستقیم رو نذاشت که بری، من از چنگ اون نجاتت دادم. در این صورت تو را چه می شود؟ چرا ایستاده ای؟ برای چه دل را چنین به دست زبونی و سستی می سپاری؟ برای چه نه حرارتی نشان می دهی نه قدرت تصمیمی؟ مگر نمی بینی که 3 بانوی مقدس در آسمان نگاهبان تو اند و سخنان من برکاتی چنین فراوانت نوید می دهد؟ اینجا حرف ویرژیل تموم میشه. خب چه اتفاقی افتاد؟ دانته تونست مجوزش رو بگیره، یعنی یک سیستمی برای ما ترتیب داد که گرفتن این مجوز خیلی باورپذیر به نظر برسه. اون سیستم چه سیستمیه؟ دانته در واقع یه اداره درست کرد. برای گرفتن مجوز یک سیستم اداری درست کرد که رئیس این سیستم اداری کیه؟ خدا. خب ولی این خدا یک معاون بسیار بلند مرتبه داره که میتونه قوانینش رو حتی نادیده بگیره. اون کیه؟ مریم مقدس. بعد مریم مقدس یک مأموریت، یکی از زیردستهاش رو، یکی از معاونهاش رو به مأموریت فرستاد. اون کی بود؟ سانتا لوسیا. سانتا لوسیا خودش اومد یکی از کارمندهاش رو در واقع که ربط داشت به اون موضوع گذاشت رو اون کار. یعنی اومد به بئاتریس گفت آقا این عاشق توئه، این به خاطر تو تا اینجا اومده، پاشو برو درستش کن. و بئاتریس که خودش نمیتونست این کارو بکنه چون از بهشته و نمیتونه تو دوزخ بره، یعنی براش در واقع خوشایند نیست، اومد به یکی دیگه، اومد یکی از اهالی دوزخ رو انتخاب کرد که ویرژیل باشه. گفت آقا بیا برو، این خیلی تو رو دوست داره و تو هم دقیقاً میتونی اینو راهنمایی بکنی، بیا برو اینو از این وضعیت در بیار برسونش به ما در واقع. خب اینجا یه ساختار در واقع سلسله مراتبی 4-5 طبقه‌ای داریم میبینیم و یه سیستم اداری درست شد و دانته ما رو توی این سیستم اداری گم کرد برای اینکه حرفش رو باور کنیم و یه اداره درست کرد که حالا یکی به اون یکی مأموریت میده و ما رو تو این گم کرد. یعنی سخته که خواننده‌ای که داره اینو میخونه احساس کنه همه اینا رو دانته ترتیب داده. خب نه، یک مریمی بوده، بعد یک سانتا لوسیایی بوده، بعد یک بئاتریسی بوده، بعد یک ویرژیلی بوده و این سفر جور شد دیگه، مجوز جور شد. از طرف کی؟ نه حتی از طرف مسیح، از طرف مادر مسیح. یعنی مادر مسیح به من یک مأموریت داده برای سفر، میدونید، و شاید در لایه‌های خیلی زیرین من خودم رو در سطح مسیح حتی میدونم که مادر مسیح در واقع به من نظر داره، همونطور که به مسیح پسرش نظر داشت. اینم جالبه. ولی اینجا به هر حال ما با یک اداره طرفیم، با یک ساختار اداری طرفیم، لیترال با یک اداره طرفیم و نمیدونم، احتمالاً خیلی حال کنید دیگه. کی هست که براتون بگه که سرود دوم دوزخ شبیه یک اداره‌ایه که توش کارهای اداری میشه و یه سری امضابازی و اینا انجام میشه و بعد دانته مجوزش رو میگیره و اینو کسی جایی براتون نمیگه، این اصلا نیست توی تفاسیر. ولی من همیشه وقتی اینو میخونم یه همچین اداره‌ای به نظرم میاد که دانته یک سیستم اداری درست میکنه، ما رو توی اون سیستم اداری در واقع
میبره، سردرگم میکنه و مجوزش رو میگیره. الان اگر به دانته بگن که آقا تو به عنوان یه شخصیت داری میری این سفر چیکار کنی، میگه این سفر از مریم مقدس اومده داداش. یعنی فقط یک نفر بالاتر از مریم مقدس وجود داره که خود خداست که احتمالاً هم خدا مخالفتی با مریم مقدس در این مورد نداشته باشه. پس دانته اینجوری سفر اخلاقیش رو توجیه میکنه، مشکل اخلاقیش رو حل میکنه، سفرش رو توجیه میکنه و الان به راحتی میتونه بره اون سفری که تنها قبل از خودش پولس و انه رفتن، چون مجوز سفر دانته هم اون بالا بسته شده. به خاطر چی؟ به خاطر عشق، به خاطر عشق به بئاتریس و به خاطر اینکه مریم بهش توجه کرده. حالا دیگه ما نمیدونیم چرا بهش توجه کرده. و این مشکل اول حل میشه و حالا دیگه میگه که بعدش میگه همچون گلهای کوچکی که با ژاله شامگاهی سرخم میکنن و در هم میروند و در برخورد با نخستین اشعه خورشید رو میگشایند و باز قد بر سر شاخ برمیافرازند، من نیز شهامت است که از کف رفته خیش را باز ستاندم و حرارتی چنان مطبوع دلم را گرفت که چون آزاده‌ای چنین سخن آغاز کردم. چه پارسا بود آن بانویی که به یاری من آمد و تو چه لطفی کردی که بدین شتاب سخنان پر حقیقت او را پذیرفتی و فرمانش را گردن نهادی. تو با گفته خود چنان شایق پیروی از خویشم کردی که همکنون به نیت نخستین بازگشتم. پس پیش افت، زیرا اکنون دیگر ما هر دو خواستی واحد داریم. تو مرا راهنمایی، آقایی، استادی. این بدو گفتم و چون وی به راه افتاد پای به جاده دشوار و وحشی نهادم. خب اینجا مشکل اول حل شد و مجوز دانته صادر شد. خودش هم دیگه حالا با یک اعتماد به نفسی میتونه بگه که آقا مجوز برای من صادر شده و حالا به هر حال اداری هم بود، همینجوری الکی و یلخی نبود، از طریق یک سلسله مراتبی و مأموریت هایی مجوز برای من صادر شد. و میگم این ساختار اون موقع خیلی هم ساختار جذابی بود. تازه بعد از اون البته حقیقتا رومی ها یک دیوان و اداره بزرگ داشتن، ادارات بزرگ داشتن، ولی بعد تو قرون وسطا این از بین رفته بود و دوباره تو قرون وسطای متأخر که دانته داره توش زندگی میکنه این دوباره رونق گرفته بود. این اداره و این سلسله مراتب و مأموریت و مجوز و اینا رونق گرفته بود و مسلما مخاطب اون زمانی که اینو میخوند براش جذاب بودین، یعنی خیلی در واقع آشنا بود براش. بله مجوز رو اینجوری صادر میکنن و خب میتونست تا حدودی باور بکنه که مجوز هم صادر شده برای دانته برای اینکه به این سفر بره. خب دانته بعد از اینکه کارهای اداری سفرش رو انجام داد و یه جورایی مجوز خودش رو جور کرد برای اینکه به این سفر بره، با یه مشکل دیگه‌ای هم دست به گریبان این اون مشکل دومی است که یه مقدار عمیق‌تره و یه مقدار ما رو دعوت میکنه که عمیق‌تر به این سرود نگاه بکنیم و پایین‌تر بریم ببینیم جریان چیه. و این مشکل ساختاریه و مشکلیه که حالا فقط مربوط به اخلاق نیست که حالا فروتنی و فلان و این صحبت‌ها، یه مشکل ساختاری بزرگیه که دانته مجبور همین اول حلش کنه. اون مشکل چیه؟ مشکل اینه که دانته داره به یک سبک جدیدی مینویسه. یه مقدار کاری که داره میکنه با حماسه سراهای گذشته فرق داره. حماسه سراهای گذشته خیلی دغدغه همزاد پنداری مخاطب با شخصیت اصلی رو نداشتن. به همین دلیل خیلی شخصیتاشون دور بود از مخاطب، برای اینکه اونا خودشون اونجا بودن، نقال بودن و اصلا قرار نبود، یعنی کارکرد حماسه این نیست که همزاد پنداری به وجود بیاره. کارکرد حماسه این نیست که شما خودتون رو جای اون شخصیت اصلی بذارین، که نمیتونین بذارین، که اون امکاناتی داره که اصلا آدم عادی، آدم معمولی، آدم غیر معمول هم نداره. اصلا یه سری امکانات فراانسانی داره و شما به این راحتی خودتون رو نمیتونید جای اون بذارید. اصلا کارکرد حماسه این نبوده و یه جور در واقع جمع کردن هویت ملی و اینا. حالا کاری به کارکرد حماسه ندارم. الان چندین قرن گذشته دانته داره می نویسه، ولی اینجا دانته برخلاف اون حماسه ها خیلی علاقمنده به این که خواننده بتونه باهاش همزاد پنداری بکنه و بتونه تو این سفر همراهش بشه و بتونه این سفر رو باور بکنه. زمان فرق کرده، نوع نوشتار فرق کرده و اینجا ما دانته‌ای رو داریم که براش مهمه که مخاطبش بخونه و باهاش همزاد پنداری بکنه. خب و این میگم قبلش رسم نبوده. برای این که خواننده بتونه با شخصیت اصلی همزاد پنداری بکنه باید این شخصیت رو شبیه خودش بپنداره دیگه. یعنی باید یک مشخصاتی وجود داشته باشه که
ما احساس کنیم اون شخصیت شبیه ماست. تو رمان‌های مدرن شما نگاه بکنید، عموم شخصیت‌هایی که وجود دارن اولش طوری توصیف میشن که شبیه ما، یعنی یه سری آدم عادی ان، خیلی امکانات فراانسانی ندارن به اون معنا، حتی خیلی ثروت‌های عجیب و غریب ندارن، هوش عجیب و غریب ندارن، معمولاً آدم‌های متوسطی ان که به راحتی یک قشر بزرگی از مخاطب‌ها میتونن خودشون رو جای اونا قرار بدن. اینجا دانته از این تکنیک استفاده کرده و خودش رو اینجا قرار داده و ما تو سرود اول دیدیم خودش هم هیچ امکانات خیلی خاصی نداره و یه آدمی گمراهیه که اون وسط مونده، حالا سرگشته، یه نفر اومده داره هدایتش میکنه که بره. خب این وصف خیلی از ما هست، همه ما تقریبا این شکلیم و خیلی چیز عجیبی نیست و دانته موفق شده کاری بکنه که ما به شخصیتش خیلی نزدیک بشیم، این شخصیت رو باور بکنیم که یک آدم 37 ساله‌ای 35 ساله‌ای مونده اونجا، حالا در میانه راه زندگیشه و نیاز به کمک داره برای اینکه بتونه نیمه دیگه زندگیش رو نجات بده. دانته تا اینجا موفق بوده، تونسته یک همزاد پنداری بین مخاطب و شخصیت اصلیش ایجاد بکنه. اما آیا همین کافیه؟ مسلماً نه. مسلماً فقط این که ما بتونیم با یک شخصیت معمولی همزاد پنداری بکنیم کافی نیست. این سکه یک روی دیگه ای داره. اون رو چیه؟ این که ما بتونیم این شخصیت رو دنبال بکنیم، یعنی با وصف این که این شخصیت معمولیه، با وصف این که این شخصیت امکانات فراانسانی نداره، باید بسیار جذاب باشه که ما حاضر بشیم 1000 صفحه دنبالش کنیم. این مشکلیه که حماسه‌های باستانی نداشتن. مشکل حماسه‌های باستانی این بود که همزاد پنداری ایجاد نمی‌کردن، یعنی شما خیلی دور بودی از حماسه‌های باستانی، اما شما دنبال می‌کردی اون شخصیت‌ها رو چون اونا خیلی شخصیت‌های جذابی بودن. میدونید، یعنی ما دو طرف داریم، یا همزاد پنداری بود یا جذابیت، و دانته داره این دوتا رو، یعنی میخواد که این دوتا رو با هم داشته باشه و این اتفاقی که بعداً توی رمان مدرن افتاد. ما الان خیلی راحت میتونیم بگیم که آقا قطعاً باید یه شخصیت همین دوتا رو با هم داشته باشه، یعنی هم باعث همزاد پنداری ما بشه، هم یه جذابیتی ورای آنچه زندگی معمولی است داشته باشه که ما بتونیم دنبالش بریم. و این یه جورایی ابداع دانته شاید محسوب میشه. من قبل از دانته ندیدم که کسی به این دقت اومده باشه این کارو کرده باشه که یک شخصیتی هم همزاد پنداری ایجاد کنه، هم مثل اون حماسه‌های باستانی جذاب باشه. ببینید، ما با شخصیت آشیل همزاد پنداری که نمی‌کردیم، اون مادرش خداست، نمیدونم فلان، اصلا هر چی. خب ولی اینقدر جذاب بود، اینقدر از مثلا اوریج خواننده های اون کتاب بالاتر بود که اصلا برامون جذبمون کرد که بریم ببینیم این چی شد، چه بلایی سر این اومد، یا تراژدی ها این شکلی هن. خب از اون طرف ما مثلا ممکنه با یه نفر همزاد پنداری بکنیم ولی اون هیچ چیز جالبی نداشته باشه، خسته میشیم. نکته اینه در این سیستمی که دانته داره می‌نویسه و خودش اسمشو گذاشته سبک دلپذیر نو، یه مدل خاصی از داستان گفتنه، هم شخصیت باید جذاب باشه، هم شخصیت باید قابل همزاد پنداری باشه. پس نه به بزرگی آشیل و به دوری آشیل و نه به حوصله سربر بودن مثلا شخصیت‌های خیلی از این منظومه‌های قرون وسطا که هیچی نداشتن جز یک آدم عادی، شرح حالی بودن از یک آدم عادی و الان هیچ کس هم یادش نیست که اونا چی بودن. خب پس در واقع اینجا دانته توی همزاد پنداری موفق شده، ولی آیا در جذابیت هم موفق شده؟ آیا تونسته این شخصیتی که خودشه در واقع جذاب بکنه برای ما، به ما نشون بده که این یک خصلت بالاتر از خواننده متوسط داره، که این آدم مهمیه و ما باید پی بگیریم در عین این که میتونیم خودمون رو جاش بذاریم؟ آیا میتونیم قبول کنیم که این دانته که توی کتابه آدم مهمیه برای این که ما پیش بگیریم؟ دوباره با این مشکل ما برمیگردیم و فصل رو نگاه میکنیم و به نظر من دانته تونسته این مشکل رو هم حل کنه. این کار البته کار خیلی سختیه ها، چون اگر این شخصیت هم اسم نبود با راوی، هم اسم نبود با نویسنده، ببخشید، خیلی راحت بود برای اینکه جذابش کنه. خب ولی اگر الان بخواد شخصیت خودش رو جذاب بکنه،
یه جورایی باز داره همون قاعده، همون مشکل اول رو برای خودش به وجود میاره که تو فکر کردی کی هستی که مثلا آره ببینید هومر راحت میتونه بگه آشیل فلان بود و فلان بود و اینا، ولی این راحت نمیتونه بگه دانته فلان بود و فلان بود، چون دانته خودشه. پس در واقع ما باید یه مقدار بریم پایینتر ببینیم آیا در لایه‌های زیرین به شکل پنهانی و تلویحی اومده اون جذابیت رو به وجود بیاره که باز دوچار اون مشکل نشه، که باز دوچار اون دردسر نشه که تو خود بزرگ بینی یا همه اون ساختار اداری که زده رو بزنه خراب بکنه. در این حال باید بتونه خودش رو جذاب بکنه ها، یعنی اگر جذاب نکنه ما دنبالش نمیریم. برای این ما میگم یه مقدار باید بریم پایینتر. قطعاً اولین راهنمای ما اینه که اگر هم سعی کرده باشه شخصیت خودش رو جذاب بکنه و شخصیت خودش رو بالاتر از معدل انسان‌های عادی نشون بده، این کار رو باید خیلی تلویحی و خیلی در واقع کنایی انجام داده باشه. چون اگر مستقیم، اولا که مستقیم شما نمیبینیم، پس یا انجام نداده که نویسنده خوبی نیست که من موافق نیستم، یا انجام داده ولی خب به شکل کنایی و به شکل پنهان انجام داده این جذابیت رو، چون دستش بسته است، چون شخصیت اصلیش با خودش هم نامه و هم هویت، نمیتونه به این راحتی شخصیتش رو جذاب بکنه. خب یه لحظه توجه بکنید به جریان بیاتریس و ویرژیل. بیاتریس میره به ویرژیل چی میگه؟ میدونید یعنی یک مأموریتی شده، بعد حالا یه ساختار اداری، آخرش بیاتریس رو فرستادن که بیا برو به این دانته کمک کن. بیاتریس میاد ویرژیل رو انتخاب میکنه. چرا ویرژیل رو انتخاب میکنه؟ این نکته مهمیه که ما از روش رد شدیم و ندیدیمش. میگه ای روح آراسته مانتویی که آوازه نامت هنوز در جهان باقی است و تا جهان هست باقی خواهد بود. فیمسی، میدونی این آوازه نام حتی تو ایتالیایی اومده فاما، همون کلمه‌ای که ازش فیم یا فیمس در واقع گرفته شده، و داره میگه تو فیمسی. فیمس یعنی چی؟ یعنی مشهور، ولی یک معنای دیگه هم داره که تو ایتالیایی هم اون فاما این معنا رو داره که جدا شده از عوام. میدونید خب طبیعی هم هست دیگه، کسی که مشهوره انگار یه جورایی از عوام، از اون مردمی که ما نمیشناسیمشون جدا شده. اولین صفتی که به ویرژیل نسبت میده میگه که تو جدا شده از عوامی و آوازه نامت هنوز باقی است، بیا برو کمک کن. چرا ویرژیل جدا شده از عوامه؟ چه فضیلتی داره که این رو جدا شده از عوام میپنداره یا اصلا تبدیل کرده به یک آدم جدا شده از عوام؟ فضیلت ویرژیل چیه؟ این رو بیاتریس 2 بار روش تاکید میکنه. یک بار میگه که پس برو با نیروی فصاحت خود اسپیچ اورناته، خب یا اورنیت اسپیچ در واقع تو انگلیسی، میگه با نیروی فصاحت خود بیا برو کمک کن. و این نیروی فصاحت هم این اورناته هم خودش یعنی چیزی که دم دست نیست، چیزی که در واقع همه ندارنش. خب و یه جای دیگه یه حرف مهمتری میزنه به ویرژیل، میگه از جایگاه سعید خود به دینجا فرود آمدم و اعتماد به کلام بلیغ تو بستم. میدونی میگه که توی ایتالیایی میشه پارلار اونسته. حالا من اینقدر نمیخوام ایتالیایی بازی بکنم، اینجا مهمه برای اینکه یه مقدار ما داریم به سطح پایینتر میریم. یا مثلا توی انگلیسی ترجمه شده نوبل اسپیچ، یعنی کلام والا، کلامی که دم دست نیست، کلامی که از کلام مردم عادی خیلی بالاتره. میگه من به این تو امید بستم. خب این داره یه چیزایی رو از همین اول داره به ما میگه، یکم داره شاخکامونو تیز میکنه که چرا بیاتریس به اینا امید بسته. اگر قراره سفر انجام بشه، خب میتونست بره پیش انه هم بود، حالا اونجا میتونست بره پیش پولس. پولس خیلی بزرگ بود، حالا یه کسی شبیه اینا وردارن دانته رو ببرن، این سفر رو بگردونن برسونن اینجا. چرا باید بیاد یکی رو انتخاب بکنه که فیمسه؟ و چرا فیمسه؟ چرا از جرگه عوام جداست؟ به خاطر تواناییش در داستانگویی. این نکته مهمیه.
ویرژیل انتخاب شده به خاطر تواناییش در داستانگویی، به خاطر کلام بلیغش، همون در واقع نوبل اسپیچش، به خاطر اون نیروی فصاحتش، اون توانایی که داره توی بستن داستان، طبقه بندی کردن داستان و آنچه که گفته. پس در واقع بیاتریس رفته سراغ ویرژیل به خاطر اینکه این داستانگوی خوبیه و گفته بیا برو اینو راهنمایی کن. این یه مقدار عجیب غریبه. یعنی به جای این که حالا آره ویرژیل متخصص چیز هست، متخصص در واقع دوزخ هست اینا، ولی راه ساده تر این بود که خود انه رو بفرستن که بیاد کمک کنه، چون انه رفته بود، حالا فقط ویرژیل گفته بودش. خب حالا از اون طرف، حالا ما این ویرژیل رو داریم، حالا از اون طرف ببینیم که سانتا لوسیا در مورد دانته تو این مأموریت چی میگه. سانتا لوسیا پا میشه میره پیش بیاتریس، میگه که بیاتریس ای ثنای خداوند، چرا به کمک آن کس نمی روی که به خاطر تو از جرگه عوام الناس بیرون آمد. اینجا دانته هم اینجوری توصیف میشه که از جرگه عوام الناس بیرون اومده. به خاطر چی؟ به خاطر عشق به بیاتریس. حالا بیاین یکم عمیق‌تر بشیم. عشق به بیاتریس با دانته چی کار کرد؟ توی زندگانی نو ما اینو میخونیم که عشق بیاتریس با دانته رو به شاعر تبدیل کرد، به داستان سرا تبدیل کرد و امروز کاری کرده که کمدی الهی رو بنویسه. پس اگر دانته هم از جرگه عوام جداست، به خاطر قدرت داستان نویسی و توانایی روایت و توصیفشه که از جرگه عوام جداست. چون اون داره میگه به خاطر عشق تو از جرگه عوام جدا شده، ولی عشق تنهایی که کسی رو از جرگه عوام جدا نمیکنه. اون عشق چی کار کرده بود با دانته؟ تبدیلش کرده بود به شاعر، به داستان نویس. پس ما اینجا دو نفر رو داریم که از جرگه عوام جدان به خاطر قدرت داستانگویی خودشون. نه فقط ویرژیل، بلکه ما اینجا یک خیلی توصیف کنایی عمیقی داریم از دانته که دانته هم از جرگه عوام جداست به خاطر توان داستانگوییش و شاید اصلا به همین دلیله که ویرژیل انتخاب شده برای اینکه دانته رو راهنمایی بکنه. شاید در کنار اون مجوز سفر دوزخ، برزخ و بهشت یک مجوزی از سمت آسمان داره صادر میشه برای نویسندگی دانته. شاید دانته اگرچه آشیل نیست، اگرچه اولیس نیست، ولی اینجا داره خودش رو ویرژیل معرفی میکنه، خودش رو هومر معرفی میکنه و اینها هم آدم هایی هستند که از سطح معمولی خواننده های معمولی بسیار بالاترند. پس در واقع در یک لایه پایینتر انگار مسئله خود سفر دوزخ برزخ بهش نیست، مسئله پهلوانی نوشتنه. مسئله اینه که دانته داره خودش رو در عین این که یک شخصیت گمراه گمگشته معرفی میکنه، در پایین ترین لایه ها و عمیق ترین لایه ها که خیلی هم سخت پیدا میشن، داره به مخاطب میگه که ببین تو داری یکی شبیه هومر رو دنبال میکنی، یکی شبیه ویرژیل رو دنبال میکنی، کسی که به واسطه قدرت داستانگوییش از جرگه عوام الناس بیرون اومده رو داری دنبال میکنی. و این خیلی میتونه خود بزرگ بینانه باشه اگر مستقیم گفته بشه. میدونین؟ پس مسئله اینه، اینجا ما دانته‌ای داریم که میره سفر دوزخ، برزخ و بهشت. خب و نکته اینه، دو نفر قبل از دانته رفته بودن برای بنیانگذاری چیزی. یکیشون برای بنیانگذاری امپراتوری روم و یکیشون برای بنیانگذاری آیین مسیحیت رفته بودن اینجا که این کار رو انجام بدن. و نفر سومی داره میره به این سفر. اول به نظر میرسه که خب برای یه مأموریتی داره میره دیگه. مریم اینو دیده و گناه داشته و اینا رو فرستاده و مجوز اونجا صادر میشه. اما وقتی یکم میایم پایینتر میبینیم این مأموریت خیلی هم مأموریت خود بزرگبینانه‌ایه که دانته از ما پنهانش میکنه. برای چیه؟ سومین فاندر، سومین بنیانگذار داره میره بهشت و دوزخ رو ببینه. برای چی؟ برای فاندینگ همین کتاب، بنیانگذاری شکل تازه‌ای از داستان، شکل تازه‌ای از روایت. یعنی دانته اینقدر خودش رو داره بالا میبینه که من دارم پس از این بزرگان شکل تازه‌ای از روایت و داستان رو میسازم و به همین نشان ویرژیل باید راهنمای من باشه، چون من داستانگوی بزرگیم، پس یک داستانگوی بزرگ باید راهنمای من باشه.
پس اینجا مسئله فقط رفتن و دیدن دوزخ و برزخ و بهشت و حتی رسیدن به اون نوره نیست. مسئله فقط اون نیست. مسئله اینه که آیا من از پس نوشتن آنچه که تاریخ رو به قبل و بعد خودش تقسیم میکنه، آنچه که بنیانگذاری میکنه در ادبیات برمیام یا نه؟ و این خودآگاهی خیلی هولناکیه که دانته نسبت به خودش داره یا نسبت به شخصیتش داره و خیلی خیلی هوشمندانه پنهانش کرده. و ما اینجا داریم یه شخصیتی رو میبینیم که در عین اینکه ساده است، در عین اینکه به راحتی میشه باش همزاد پنداری کرد، داره میگه که یک نبوغ بی‌نظیری داره و از این نبوغ 3-4 تا در تاریخ بوده. هومر و ویرژیل و دیگه دست بالا نهایت اوید دیگه، بعدش دیگه دانته است. میدونید؟ و اینجا داره اون مشکل ساختاری رو هم حل میکنه. فقط یه شخصیت سرگشته ما نمیبینیم، فقط یه شخصیتی که مجوزش بیدلیل از آسمان صادر شده نمیبینیم. ما داریم یک شخصیتی رو میبینیم که از آسمان خواستند که این بنویسه، از آسمان خواستند که این مسیر ادبیات رو تغییر بده. همونطور که اون روم رو در سیاست بنیان گذاشت، همونطور که اون آیین رو در مسیحیت بنیان گذاشت، انگار این هم مأمور شده که یک چیزی رو در ادبیات بنیان بذاره. این لایه پایینش اینجاست و این لایه عمیق‌ترش اینجاست که در واقع ویرژیل انتخاب میشه و بعد یه سری کلمات انتخاب میشه که خواننده یکم هوشمند رو، یکم حواس جمع رو با اون کلمات بکشونه که آقا این ورم نگاه کن، تو فقط با یه شخصیت عادی طرف نیستی، با کسی طرفی که فکر میکنه مأمور از آسمان برای اینکه تاریخ ادبیات رو عوض بکنه. و نکته جالب میدونید چیه؟ موفق شد این کارو بکنه، تا حدود خیلی زیادی موفق شد این کارو بکنه، ولی فعلا کاری به این ندارم. فعلا ما توی داستانیم و داریم یک دانته‌ای رو میبینیم که از طرفی یک آدم معمولی 35-6 ساله‌ایه که داره میره که یک حالا تجاربی داشته باشه و به یک نوری برسه، و از اون طرف داریم یک نویسنده بسیار بسیار خلاق و هولناک رو میبینیم که از آسمان خواسته شده که اصلا این سفر رو بنویسه برای اینکه چیزی رو بنیان بذاره، برای اینکه چیزی رو تغییر بده. و اون دانته به اندازه این یکی دانته جذابه. فقط مسئله اینه ما با این یکی احساس همزاد پنداری میکنیم، ولی در واقع اون یکی رو دنبال میکنیم که ببینیم چی نوشته. در واقع خود این کتاب یه جورایی رسیدن به خورشیده، نه محتواش. اگر اینجوری در نظر بگیریم الان زوده برای این حرف، ولی انگار نوشتن خود این کتاب رسیدن به اون خورشیده، انگار نوشتن خود این کتاب، آفرینشی که از طریق این کتاب انجام میشه، اون قله نهاییه که دانته میخواد بهش برسه، نه اون اتفاقی که توی دوزخ و برزخ و بهشت میفته و آخرش میرسه. در واقع اینجا اینو باید آخرش بگم دیگه، اینجا محتوا و فرم میرن که به هم برسن و یکی بشن و اون دیدن خدا در آخر بهشت در واقع یه جورایی همراه با پایان این کتاب و این دوتا انگار با هم دیگه یه معنایی میدن. انگار که دانته داره خودش رو این شکلی فاندر یک مدل ادبیات جدید معرفی میکنه بدون اینکه به ما معرفی کنه. خب دیدید که یک فصل بسیار ساده و به ظاهر خیلی خیلی ساده که یه دیالوگ ساده بود، برای غلبه بر دو مشکل، یعنی مشکل اخلاقی رفتن به این سفر و فرار از خود بزرگبینی و در عین حال برای جذاب کردن یک شخصیتی که تا الان فقط معمولی بوده نوشته شد. و این نشون میده که دانته چقدر تکنیکیه. وقتی که من میگم دانته تکنیسین ادبیاته و تکنیکش حتی با نویسنده های بعد از خودش خیلی وقتا قابل مقایسه نیست، به این دلیله که در یک سرود ساده تا کجا میشه پیش رفت و همینجوری بیشتر هم میشه پیش رفت. و این سرودی که از تکنیکی ترین چیزهایی که من تو زندگیم دیدم توی ادبیات، یعنی بسیار بسیار تکنیکی نوشته شده، هی مدام لایه داره، هی مدام میره پایین. در لایه اول اومده یک روایتی رو تعریف کرده، در لایه دوم در واقع یک اداره‌ای رو ساخته و از اون سلسله مراتب داره استفاده میکنه، در لایه سوم میاد پهلوانی خودش رو نشون میده در نوشتن نه در مبارزه کردن، چون اینجا دیگه مبارزه کردن فایده‌ای نداره، اینجا قراره بره ببینه و توصیف بکنه و داره میگه که توصیفی بهتر از این گیر نخواهید آورد، چون من کسی هم که از جرگه عوام به واسطه داستانگوییم جدا شدم و ویرژیل رو کنار خودم دارم که قرار احتمالاً برای داستانگویی همراهیم بکنه، نه صرفاً برای مسائل اعتقادی و مذهبی، چون خیلی‌ها بودن که بهتر از ویرژیل میتونستن منو همراهی کنن.
و همه اینها رو ببین داره به پهلوان بودن خودش در نوشتن اشاره میکنه، به عادی نبودن خودش، به در جرگه عوام نبودن خودش در نوشتن و شعر گفتن اشاره میکنه. کجا؟ دقیقاً در فصلی که این تکنیک رو در بهترین حالت داره به نمایش میذاره. یعنی اینجا هم اون لایه زیرین ما رو متقاعد میکنه، همین که اون لایه زیرین یک در واقع چیز بیرونی داره، یعنی داره نشون میده. یعنی این شکلیه: اگر باور نمیکنی من به لحاظ نوشتن از جرگه عوام جدام و باید در کنار ویرژیل قرار بگیرم، به خود همین فصلی که دارم مینویسم نگاه کن. یعنی یک پایه بیرونی داره، یک فکت بیرونی جور میکنه. و اینو چرا جور میکنه؟ چون میگم مشکلش دوباره همینه که داره در مورد دانته صحبت میکنه، داره در مورد یک شخصیتی صحبت میکنه که ما باید حداقل تا حدودی واقعی بپنداریمش، چون با خودش هم نامه. اون کسی که راجع به آشیل یا اولیس صحبت میکنه به فکت بیرونی نیاز نداره، نباید بگه ببینید برید اونجا رو نگاه کنید ببینید آشیل هست. ما قرارداد رو پذیرفتیم که این یه شخصیت خیالیه، حتی اگر واقعی هم بوده باشه نیازی نیست تو ما فکتش رو نشون بدی. اما وقتی شخصیت با خود نویسنده هم اسمه، ما مجبوریم یک فکتی داشته باشیم. و مثلا الان داره به ما میگه که آقا این شخصیت من جذابه و قابل دنبال کردنه، چون بسیار بسیار نویسنده بزرگیه، پهلوانیه در عرصه نویسندگی و هرچی بنویسه شما رو از ادبیات سیراب خواهد کرد، پس باید پیش بگیرید. و خب احتمالاً ما ازش میپرسیم که آقای دانته که از قضا هم اسمی با این شخصیته، آیا واقعاً فکتی هم داری که به ما ثابت کنی که ما باید این یارو رو دنبال کنیم چون نویسنده بزرگیه؟ دو راه وجود داشت: یا اینکه توی خود داستان میداد دانته یه چیزی مینوشت، یه شعری مینوشت و میگفت ببینید چقدر جذابه این شعر، که خب خیلی جالب در نمیومد. یا اینکه میومد خود این فصل رو اینقدر تکنیکی و اینقدر لایه لایه مینوشت و اینجوری میگفت که بله فکت دارم که باید این یارو رو دنبال کنید. خود همین فصل که در ظاهر بسیار بسیار سادهش که نگاه میکنید فکر میکنید یه فصل خیلی شبیه پل، از یک فصل از سرود یکم داره میره سرود سوم که مقدمه دوزخ، یعنی در واقع وارد دوزخ میشن، به شکل یک پل، یک دیالوگ ساده است، ولی اگر یکم بهش فکر کنید متوجه میشید که بسیار بسیار لایه‌های مختلف داره و تکنیکی نوشته شده، از شخصیت پردازی تا کلمات تا درست کردن سگانه ها. 2 تا سگانه هم اینجا ما دیدیم که اون سگانه اولی، یکی سگانه زنهای مقدس که مریم، سانتا لوسیا و بئاتریس، و از طریق همه اینها اومده همه ابزارش رو به کار گرفته که این لایه لایه این سرود رو به وجود بیاره. و مسئله اینه که آره اینم فکتی که این دانته که توی داستانه خیلی بالاتر از آدمهای معمولی از جرگه عوام خارجه، چون میتونه یه همچین کاری رو بکنه. پس در عین این که ما میتونیم باهاش تو سفر همزاد پنداری بکنیم، ارزشش رو داره که پیش رو بگیریم، چون شخصیت جذاب و غیر عادیه، یه جور پهلوان نوشتن روبروی ماست. و اینجا سرود دوم تموم میشه و دانته متقاعد میشه که باید به این سفر بره و پی ویرژیل راه میفته. خب امیدوارم که واضح بوده باشه، امیدوارم بتونم تونسته باشم حرفم رو واضح بزنم و بهتون میگم که این سرود از این عمیق‌تر هم میتونه بشه، ولی دیگه خیلی پیچیده میشه، مسائل فلسفی واردش میشه و من نمیخوام اون سطح از پیچیدگی رو اجرا کنم توی این پادکست، در واقع پادکست دوزخ. نمیخوام اون سطح، و به نظرم تا همین الانم خیلی چیزها برای ما داده، برای فکر کردن و وعده ای داده راجع به این که چه نویسنده‌ای، واقعاً چه نویسنده‌ای. و من شک دارم، باز هم دارم میگم شک دارم نویسنده‌ای از این تکنیکی تر شما تو زندگیتون پیدا بکنید، بخونید. فعلا که نیومده، حالا بعیدم میدونم تا وقتی ما زنده ایم همچین نویسنده‌ای بیاد و تکنیکش هم دقیقاً اینجا هست. یعنی ما ایلیاد و اودیسه رو با هم خوندیم، حالا یه روزی انئید ویرژیل رو هم با هم خواهیم خوند، اونا هم خیلی تکنیکی هستند ولی نه اینقدر لایه لایه و اینا. حالا تازه وارد میشه متوجه میشید که از این اشراف و توانایی تکنیکی خیلی جاها استفاده میکنه و خیلی جاها خیلی چیزای جالبی درست میکنه. به هر حال امیدوارم که براتون جالب بوده باشه. ببخشید که وقتتون رو گرفتم. دمتون گرم که تا اینجا گوش میدید و دمتون گرم که همراهی میکنید. همراهیتون برای من همه چیزه و خیلی خوشبختم که همراهی شما رو دارم و امیدوارم که
همراه تر هم بشیم، آدمای بیشتری هم پیدا بکنیم، با هم بیشتر ادبیات بخونیم در این سطح و این ادبیاتی که واقعا ببینید هر سرودش چقدر جذابه و چه چیزای جالبی میشه ازش در آورد. از حمایت هاتون ممنونم، ممنون که حمایت میکنید، ممنون که درک میکنید که منم نیاز دارم به این که زندگی بکنم و در کنارش این کارا رو بکنم و دم همتون گرم، واقعا ممنونم از همتون و امیدوارم اینا به کارمون بیاد، حالا در هر سیستمی، در هر صورتی به کارمون بیاد برای اون روزی که میرسه. شک نکنید که میرسه و ما نیاز داریم که اینا رو عبور بدیم و اون طرف باهاش یه زندگی بسازیم. مراقب خودتون باشید خیلی. تا اپیزود بعد، دم شما گرم. مخلصم.